این نوکشه. خودکار تاکتیکال حرکت رو ببین، رفتم تمرین کردم برام. خیلی روی خودکار حساب با نکنیم. پشمام زوارش در رفت، رنگ روشو نشون بده. ما رو بگو میخواستیم چی بشکنیم ما. آجی توی دستم پر شیشه خورده شده. ما آمدیم تو نکن میز چپ میشه. اینه به به خودکار رو نگاه. آقا این خودکار است که قرار معرفی کنیم. این نوکشه که قراره شیشه بشکنه. بعد هیچی دیگه. تمام. خودکار تاکتیکال زیاده. آره تو دست من زیاد معلوم نیستش. من خیلی رو دستام مسلطم. خودکار تاکتیکال حرکت رو ببین، رفتم تمرین کردم برام. این خودکاری که ما تبلیغش رو دیدیم چند تا قابلیت خفن داشت و خب سفارش دادیم و خریدیم کردن کجای شهر. این خودکار قرار بود چند تا قابلیت داشته باشه. یکی اینکه چاقو باشه، یعنی اینجاشو میکشی بیرون چاقو بشه، که چراغ قوه داشته باشه، شیشه شکن داشته باشه، چخماق داشته باشه. این فقط یه خودکار یه شیشه شکن بکنه. تفاوتش با بیک هیچه. نه با هیچ کار دیگه نمیشه. تو دعوا به درد میخوره. چه به درد میخوره به نظرت؟ خودکار داره دیگه. میتونی فوش بنویسید بعد کنزان تو طرف. اونم هیچی نداره توش. اینجا میتونین نهایتا یه ذره چیز بریزین. بچه هایی که میرن تورای کویر میدونن که اونجا خوب میگردن. نه خوش. نه خوش که اینجا میریزین، بعد اینو میذارین اینجا میبندین. آخه بچه ها قابلیتشو پیدا کردم. این سرش وقتی اینجوری بازه یه جایی از گوشتون رو میتونه بخارونه. آقا حالا بیایم مثلا فرض رو بزنیم رو این که این خودکاره همونیه که ما دیدیم و میخواستیم بخریم. یه لحظه چک کن ببین من اصلا دکمه ضبط رو زدم. خلاصه که این خودکار انقدر چیز داره. میزو بگیر. آره انقدر چاقو داشت. آقا چاقوش از اینجا در میومد. نه پایین در میومد. مسئله خودکارش هم بالا در میومد. این چاقوش از اینجا در میومد. چیزم داشت. چیز بطری رو بخوایم وا کنی با اون شد وا کرد. چیز یه سریاش بود که اصلا پیچ هم باز میکرد. در واکنا چیه؟ در همون بطر نوشا لیلا در واکنا. وزنش به شدت واسه یه خودکار بودن سنگینه. رو این یه دونه بزن. ای سوراخ شد. الان دیگه بطری نهاری آب بخوری. آب دوغلی. ولی جدی سوراخ کرد. خدا وکیل نزن بابا خراب شده دیگه. نه دست نزن. دست کش دیگه. یه بالاشو بزن. بابا محکم بزن دیگه. نخونم. الان میزنم میزو میشکنه من. سوراخ شد. دست رو سوراخش بگیر ریدی. وای کنسله آقا. کانال یوتیوب کنسله. پول میزنی. نه نکنش. نکنه. آقا بخش جذاب. سلام. خب به نظرت محکم باید بزنم یا چیز؟ یواش باید خیلی از گوشهش شروع کن. خلاصه که اگه جایی گیر کردین خیلی روی خودکار حساب با نکنین. نگه دار. بس نه کردم دیگه واقعا. داغ کرد خودکاره. پشما هیچی نشکست که. اونوریش کن ببینن شیشه است. شیشه که نیست آینه است. حالا اونوریش کن من میرم کنار منو نبیدن. بده بالا. یک دو سه. حاجی آینهش آینه است. یا بالاخره پدر سگ. پشمام زوارش در رفت، رنگ روشو نشون بده. رنگ همه چیش پرید، یعنی رسما یوزلسه این ابزاری که شما دارین میبینین.
حاجی جارو برقی نداریم. ما رو بگو می‌خواستیم چی بهش کنیم ما؟ حالا اینا رو کی میخواد جمع کنه؟ اضافت کارمون میاد جمع میکنه دیگه. آره داداش. آقا داوود، حالا داوود بگه بله تو میخوای جوابشو بدی. بچه ما از این لحظه به بعد کاشی فروش میشیم. حاجی توی دستم پر شیشه خورده شده، جمعش کنیم دیگه. من باید برم اینو با موچین در بیارم. نها کن. آی بزنم مثلا جدی بزنم. بزن کلی بزن. ای دستم. آقا دیگه همین دیگه. به نظر من محصول جالبی نبود واقعا. هانی دنیا مال ماست. آی دست. اونجوری که من دارم میبینم حس میکنم سر این فقط فولاده. یعنی الماسه نیست که کار شکنندگی بکنه براتون مثل بقیه چکشا. الماس هم نبود، تو توضیحاتش نشود تنگستنه. تیزه ها. تیزه ولی خب نمیشکنه بابا، آینه است. آینه رو با مشت میشکنن. نه ولی در کل پشتش خالی باشه خب شکننده تره. آره شکننده تره، ولی خب تو اینو در نظر بگیر که این شیشه آینه است. کیا میتونی از این خودکار استفاده کنی؟ مثلا از این شیشه شکنش، حالا توی تصادف یه جا گیر کردی، خب اینو باز میکنی بزرگ رو شیشه مینویسی کمک. بریم دیگه، بریم مواظبت کنی. اینو کی کردن که اون زرتی تمام میشه. داداش رفتم میدونم خودنویس گرفتم 250,000 تومان 3 روزه تمام شد. کردن کنه. این خوبه، اینو نکردن کنه. دستکش هم پول نداشتیم بخریم. دست کش. من قندی هم میرم اماد رضا. امضا کنیم. امضا گاتا بیار پایین ببینید. گلوم. خداحافظ. هانی دنیا مال ماست، همه عشقا با لباس. حاجی من دارم ذوب میشم تو این دستکشا. بگیر سریعتر، منو نگاه کن. من وقتی به اینا میگم داغم خیلی اینو نمیفهمن بابا. حاجی من سیاه بودنم از زیر دستکش سفید معلومه. منم میخوام بزن باز کن که زمن دارم خودمون که میخندیم اینا که نجوه واقعی نمیدیم. چرا من دارم زرد میشم؟ چرا دارم رنگ؟ چی کار داری میکنی؟ هیچی به جان تو. قوقا تو دستکشو در بیار. نگاه تو رو قرآن اون ورشو نگاه کن. کود دست بزن چه خیزه. این میز کوک برزیم مشکلش اینه که نمیتونیم پیداش کنیم. بعد بابا نمیتونم تمرکز کنم، من ریتمو میگیرم. واقعا کود ندونی ویدیو رو میبین. فرض کنین این تهرانه، اینجا جایی که ما زندگی میکنیم، اون برج میلاده. اینجا جایی که ما زندگی میکنیم. نه احمد اینو چیز داری برعکس نشون میدی. ما پایین میایم بالا. نه دیگه احمد این آزادیه. این آزادی خشتک. خب نه دیگه میلاد اینجاست دیگه. بابا آزادی شمال نقشتو نگاه کن. زر نزن. خدا من تو جنبه دوربین نداریم. و این خودکار چاقوش انقدر بود. حالا برگردیم سر موضوع. اصلا نمیتونیم مغزمون رو جمع جور کنیم. بابا اصلا پلن ما این بود که کود من باشم. تو چرا داری کود در میاری؟ باید جمعه نواز احمق بیا این بر بابا. تو خوش بشه. نه نکن دیگه. اینجوری میزم برای کنم. بیا همون چقدر میکشی. بیا بهتر کنم. این که الان این خودکارا رو کردن تو پاچمون. نه این خودکارش دیگه سلام. کمک درجه با کن. پدستک سرم.